سلام، من تیدا هستم. امروز میخوام باهات درباره کتابی حرف بزنم که زندگی خیلی ها رو در سراسر دنیا عوض کرده. کتابی که فقط برای خوندن نیست، برای تجربه کردنه. اسمش هست نیروی حال. نوشته اکهارت توله. یه دعوت ساده اما عمیق. بیدار شو و در حال زندگی کن. اکهارت توله میگه بیشتر دردهای ما واقعی نیستن، بلکه ساخته ذهن ما هستن. ما بیشتر وقتا توی دو زمان زندگی میکنیم، یا توی گذشته که پر از حسرت و پشیمونیه، یا توی آینده که پر از ترس و اضطرابه. و در این میان تنها چیزی که واقعاً وجود داره لحظه حاله. ولی ذهن ما اجازه نمیده توی حال بمونیم. مدام خاطره ها، نگرانی ها، مقایسه ها رو میاره جلوی چشممون و ما فکر میکنیم خود اون ذهنیم. اما توله میگه تو ذهن نیستی، تو کسی هستی که ذهنش رو تماشا میکنه. اولین گام برای رسیدن به نیروی حال اینه که از افکارت آگاه بشی. مثلا وقتی یه فکر ناراحت کننده میاد، به جای اینکه غرقش بشی فقط تماشاش کن، بدون قضاوت، بدون فرار. مثل تماشای یه ابر که از آسمون رد میشه، میاد، میمونه و میره و کم کم متوجه میشی که تو اون ابرا نیستی، تو آسمون پشتشونی. آسمونی که همیشه آرومه حتی وقتی ابر هست. ذهن عاشق کنترل کردنه. میخواد با فکر کردن همه چیز رو حل کنه. اما حقیقت اینه که خیلی از مشکلات با فکر به وجود میان، اما با فکر حل نمیشن. وقتی ذهنت ساکت میشه، آگاهی بیدار میشه. اون وقته که از درون حس آرامش، حضور و عشق رو تجربه میکنی. توله میگه وقتی در حال زندگی میکنی، زمان متوقف میشه. دیگه در برابر زندگی مقاومت نمیکنی، بلکه با جریانش یکی میشی. یکی از پیام‌های عمیق کتاب اینه: مقاومت ریشه رنجه. هر وقت با چیزی مخالفت میکنی، در درون یا بیرون، در واقع داری در برابر زندگی میجنگی. پذیرش یعنی به جای گفتن چرا این اتفاق افتاد، بگی الان این اتفاق افتاده. نه به معنی تسلیم منفعلانه، بلکه پذیرش آگاهانه و آرام. وقتی بپذیری، رنج از بین میره و انرژی تازه‌ای برای تغییر واقعی در اختیارت قرار میگیره.
اکهارت میگه بهترین راه برای بودن در حال اینه که برگردی به بدنت. یه لحظه چشمت رو ببند و فقط نفس کشیدن رو حس کن. حس کن پاهات روی زمینه، دستات، شونه هات، ضربان قلبت. وقتی در بدن حضور داری دیگه ذهن نمیتونه تو رو بکشه توی گذشته یا آینده، چون بدنت فقط در زمان حال وجود داره. توله بین دو نوع خود فرق میذاره. خود ذهنی که بر پایه افکار، نقش‌ها و گذشته ساخته شده و خود واقعی که آگاه، بی زمانه و همیشه در صلحه. وقتی در لحظه حال حضور داری دیگه با نقشت، شغلت، ظاهر یا گذشتت یکی نیستی. تو فقط هستی و اونجا همون جاییه که عشق واقعی، آرامش و خلاقیت زاده میشن. ذهن ما زمان محوره. همیشه میگه وقتی فلان چیز بشه خوشحال میشی، ولی اون وقتی هیچ وقت نمیرسه. توله میگه آرامش در آینده پیدا نمیشه، فقط در همین لحظه است. پس وقتی میخوای از زندگی لذت ببری بگو الان چی دارم؟ نه دیروز، نه فردا، همین حالا. وقتی تو در حال زندگی میکنی رابطه هات هم تغییر میکنن. دیگه از بقیه انتظار نداری تو رو کامل کنن، چون تو خودت کامل شدی. عشق دیگه تبدیل به نیاز نمیشه، بلکه میشه حضور، احترام و سکوت مشترک. در پایان کتاب توله میگه هر لحظه فرصتی برای بیداریه. ممکنه توی صف، در ترافیک یا حتی وسط ناراحتی باشی، اما اگه فقط یه لحظه آگاه بشی از الان، یعنی بیدار شدی. و این بیداری همون نیروی حاله. کتاب نیروی حال بهت نمیگه زندگیت رو عوض کن، بهت یاد میده چطور با همون زندگی در صلح باشی. آرامش واقعی جایی بیرون از تو نیست، درون توه، همین حالا، همین جا. پس یه نفس عمیق بکش، ذهن رو برای چند ثانیه ساکت کن و با خودت تکرار کن من اینجام و همه چیز همین حالاست. اگه از خلاصه کتاب نیروی حال لذت بردی خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنی و سابسکرایب یادت نره تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. و برام بنویس دوست داری کدوم کتاب بعدی رو
برات خلاصه کنم. تا ویدئوی بعدی در لحظه حال بمون.